با سلام، مهدی کریمی هستم، حسابرس اداره کل امور مالیاتی ماهدیان. خیلی خوش آمدید به قسمت دوم از مجموعه ویدیوهای آموزشی بررسی سوالات آزمون انتخاب حسابدار رقمی. Tax Trainer by مهدی کریمی. خب، ویدیوی گذشته ما 20 سوال اول مربوط به آزمون سال 1403 رو با هم دیگه بررسی کردیم و در این قسمت قرار هستش 20 سوال آخر این آزمون رو بررسی کنه و انشالله از ویدیوی بعدی بریم سراغ آزمون سال 1402. اگه موافق باشید بریم سراغ سوالات و شروع کنیم. خب بریم سراغ سوال 21. میگه که هزینه ارزیابی اموال مورد توقیف در اجرای مقررات ماده 218 قانون مالیاتی مستقیم توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که مؤدی به ارزیابی اداره امور مالیاتی معترض باشد به عهده کیست و از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟ گزینه 1 مؤدی هزینه قابل قبول، گزینه 2 مؤدی هزینه غیر قابل قبول، گزینه 3 50% به عهده مؤدی هزینه قابل قبول و گزینه 4 50% به عهده مؤدی و هزینه غیر قابل قبول. خب مطابق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتی مستقیم ما داریم که اموال مورد توقیف به وسیله کارشناس زیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد، ولی مؤدی میتواند تقاضا نماید ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی به عمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس 48 ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرایات ارائه شود. بنابراین با توجه به این توضیحات هزینه این کارشناس بر عهده مؤدی هستش. حالا مطابق بند 17 ماده 148 قانون مالیاتی مستقیم که بحث هزینه‌های قابل قبول رو مطرح میکنه، ما داریم که حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه‌های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی. با توجه به این قسمتی که بنده با رنگ قرمز مشخص کردم، عملا میشه گفت این هزینه که مؤدی بابت این کارشناس رسمی دادگستری انجام میده میشه به عنوان هزینه قابل قبول اون هزینه رو لحاظ کرد و با توجه به جمعی توضیحات گزینه درست گزینه 1 هستش. بریم سراغ سوال 22. میگه طبق ماده 276 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه هر یک از حسابداران یا حسابرسان در ارتکاب به جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به کدام مجازات محکوم می‌شوند؟ گزینه 1 مجازاتی ندارند، گزینه 2 حداقل مجازات مباشر جرم، گزینه 3 مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات دارند، گزینه 4 مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات و جرایم دارند. خب با توجه به همین متن ماده 276 قانون مالیاتی مستقیم داریم که چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. با توجه به این توضیحات گزینه 2 درست هستش. سوال 23 میگه که مهلت اعتراض به برگ تشخیص برآوردی موضوع ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که در آن برآوردی ذکر شده و به شخص مؤدی ابلاغ شده است و تسلیم اظهارنامه مالیاتی همراه آن در مواردی که مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در مهلت قانونی اقدام ننموده باشد به ترتیب چه مدت است؟ یعنی چه مدت میتونه اعتراض کنه و چه مدت میتونه در واقع اون اظهارنامه رو تسلیم کنه. گزینه 1 قابل اعتراض نیست، لزومی به ارائه ندارد. گزینه 2 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص، 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص. گزینه 3 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص تا تاریخ برگزاری هیئت حل اختلاف مالیاتی
گزینه 4 در هر صورت معترض شناخته شده و مهلت ندارد. تاریخ برگزاری هیئت حل اختلاف مالیاتی. با توجه به بخشنامه شماره دال 230 15 595 مورخ 18 سری 1401 میگه که لازم به ذکر است به موجب حکم ماده صدرالاشاره در صورتی که این دسته از مؤدیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند، میبایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آنها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. یعنی در واقع کسایی که برگ تشخیص برآوردی براشون صادر شده و بهشون ابلاغ شده، اگه ابلاغ واقعی باشه، اصطلاحاً ابلاغ خود مؤدی باشه، ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ برگی مطالبه فرصت دارن هم اعتراضشون رو ثبت کنن و هم توی همون 1 ماه اظهارنامه رو تسلیم کنن تا در واقع اون اعتراضشون قابلیت رسیدگی داشته باشه. پس این مد نظرتون باشه. با توجه به این توضیحات گزینه درست گزینه 2 هستش. بریم سراغ سوال 24. میگه که درآمد اجاره املاک یک شخص حقوقی در سال 1402 مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و هزینه‌های ابرازی مربوط به آن عبارت از 500 میلیون ریال. درآمد مشمول مالیات بابت درآمد مذکور چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 میلیارد و 500، گزینه 2 1 میلیارد و 575، گزینه 3 1 میلیارد و 875 و گزینه 4 2 میلیارد ریال. خب میدونید که دوستان بحث درآمد اجاره املاک میشه گفت به نوع یک درآمد مقطوع هسته و عملا ما برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از محاسبه سود و زیان شرکت استفاده نمی‌کنیم. با توجه به این حالا توضیحاتی که خدمتتون دادم، عملا مطابق ماده 53 هم میگه که اون مال اجاره دریافتی رو شما کافیه ضرب در 75% کنید و 25%ش رو بابت اون هزینه استهلاکات و حالا نگهداری اون ملک و اینها در نظر بگیرید و اون 75% مال اجاره دریافتی میشه درآمد مشمول مالیات اجاره و من سازمان مالیاتی دیگه کاری ندارم که اون موجر بابت حالا اون هزینه‌های 1 سال ملکی که اجاره داده چه هزینه‌هایی در واقع انجام داده و آیا اون هزینه‌ها از اون 25% که من براش کسر میکنم بیشتر یا کمتر هستش. من اون 25% رو از اون مال اجاره کسر میکنم و مابقی 75% رو بسته به اینکه حالا شخص حقیقی یا حقوقی باشه میبرم به نرخ‌های موضوع ماده 105 و ماده 131 و مشمول مالیات میکنم. با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون ارائه کردم شما کافیه بیاید اون 2 میلیارد و 500 میلیون ریال رو ضرب در 75% کنید که به عدد 1 میلیارد و 875 میلیون ریال میرسید و گزینه 3 رو به عنوان گزینه درست انتخاب میکنید و اون 500 میلیون ریالی هم که توی صورت سوال داده یک نکته انحرافی هستش و حواستون بهش باشه. بریم سراغ سوال 25. میگه یک شرکت سهامی خاص با سرمایه 150 میلیارد ریال در تاریخ 31/5/1403 در یکی از مناطق آزاد تجاری صنعتی به ثبت قانونی رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارد. خب تا اینجا همه چیز اوکی هست. میگه در صورتی که شرکت اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت سرمایه را در خارج از موعد قانونی تسلیم نموده باشد، حق تمر آن چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 مشمول پرداخت حق تمر نیست، گزینه 2 150 میلیون ریال، گزینه 3 300 میلیون ریال و گزینه 4 75 میلیون ریال. خب میدونید که ما طبق قانون مالیاتی مستقیم یک مالیاتی داریم به نام مالیات حق تمر افزایش سرمایه یا حالا ثبت سرمایه که معادل نیم در هزار حالا اون مبلغ سرمایه هستش. خب 4 تا شرکت از این پرداخت این مالیات حق تمر معاف هستند. دسته اول شرکت‌های تعاونی هستش که عملاً نیازی به پرداخت این حق تمر ندارند. دسته دوم شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی منوط به 2 مورد دوستان. 1 دارای مجوز باشن که توی این سال میگه مجوز هستش و 2 اون اظهارنامه‌شون رو تسلیم کنن در موعد مقرر که اینجا در موعد مقرر این شرکت اظهارنامه رو تسلیم نکرد. بنابراین این شرکت به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر مشمول اون معافیت حق
کمر افزایش سرمایه نمیشه. شرکت‌های سومی که دوستان از پرداخت مالیات حق تمام معاف هستن، شرکت‌های بورسی هسته که از محل آورده نقدی یا اندوخته از محل مطالبات خارج شده یا آورده نقدی افزایش سرمایه میدن. در اون دو حالت هم عملاً مشمول مالیات حق تمر نیستن. و گزینه 4 هم وقتی که دو تا شرکت با هم دیگه ادغام میشن، به ازای اون سرمایه های قبلی که حق تمر پرداخت شده، اگه دیگه موقع ادغام عملا افزایش سرمایه صورت نگیره، معادل مجموع سرمایه های دو تا شرکت در شرکت جدید از پرداخت حق تمر معاف است. این 4 مورد رو مد نظرتون باشه. اگه توی سوال شرکت دولتی یا هر چیز دیگه غیر از این 4 مورد داد، تماما مشمول مالیات حق تمر خواهند بود. با توجه به این توضیحی که خدمتتون ارائه دادم، چون این شرکت، حالا منبع قانونی هم نوشتم خدمتتون، چون این شرکت عملاً اظهارنامه در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده، بنابراین از اون معافیت حق تمر شرکت‌ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی نمیتونه استفاده کنه و باید مالیات حق تمر که معادل نیم در 1150 میلیارد ریال هستش پرداخت کنه، که اگه این رو حساب کنید میشه 75 میلیون ریال و گزینه درست گزینه 4 هستش. حواستون به این نیم در هزار هم باشه. این بعضی من دیدم نیم در هزار و 5000 می نویسن. نیم در هزار در واقع میشه 5-10,000. Tax Trainer by مهدی کریمی. خب بریم سراغ سوال 26. میگه که شرکت الف یه قراردادی عادی ملک اداری خود را در سال 1403 در ازای مبلغ 1 میلیارد ریال به عنوان ودیعه و مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون ریال اجاره به شرکت به اجاره واگذار نموده است. در صورتی که ارزش اجاری ملک مورد نظر توسط سازمان امور مالیاتی کشور 1 میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام شده باشد، درآمد مشمول مالیات مربوط به اجاره ملک مذکور چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 900، گزینه 2 1 میلیارد و 200، گزینه 3 1 میلیارد و 50 و گزینه 4 1 میلیارد و 400. خب مطابق ماده 53 قانون مالیات مستقیم ما داریم که درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، یعنی تو این سه حالت. و نیز در مورد ماده 54 مکرر این قانون، بحث مالیات بر درآمد املاک خالی، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاری املاک مشابه تعیین خواهد شد. این 4 مورد رو مد نظرتون باشه. خب اولین کاری که ما انجام میدیم کاری با ودیعه نداریم دوستان. میگیم اون 1 میلیارد و 200 میلیون ریال تقسیم بر 1 میلیارد و 400 میلیون ریال میکنیم، ضرب در 100% میکنیم، ببینیم آیا از اون 80% اجاره املاک ارزش اجاری املاک مشابه کمتر هستش یا بیشتر. اگر بیشتر بود که ما همون اجاره شخص رو در نظر میگیریم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات. در غیر این صورت اون 80% ببخشید اجاره ارزش اجاری املاک مشابه رو برای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره لحاظ میکنیم. خب اگر این کار رو انجام بدیم ما به عدد 85.7% میرسیم که در نتیجه میشه گفت اون اجاره که شخص پرداخت میکنه از 80% ارزش اجاری املاک مشابه بالاتر هست. بنابراین ما همون 1 میلیارد و 200 میلیون ریال رو به عنوان درآمد مشمول مالیات اجاره لحاظ میکنیم و برای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره که اگر این 1 میلیارد و 200 میلیون ریال رو در 75% ضرب کنید به عدد 900 میلیون ریال میرسید و گزینه 1 رو به عنوان گزینه درست انتخاب میکنید. دو تا مفهوم رو هم حواستون بهش باشه. ببینید ما یک مفهوم به نام مال الاجاره پرداختی داریم، یک مفهوم به نام درآمد مشمول مالیات اجاره داریم. وقتی شما اون مال الاجاره حالا پرداختی یا دریافتی رو در عدد 75% ضرب کنید به درآمد مشمول مالیات اجاره میده. این مفهوم مد نظرتون باشه. دو تا مفهوم دیگه هم دوستان ما توی این بحث مالیات اجاره داریم. یک مالیات تکلیفی اجاره، موضوع تبصره نوع ماده 53 ما داریم. یکی بحث مالیات بر درآمد اجاره داریم.
این دو تا مفهوم یه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن که من توی فکر می‌کنم قسمت 1 یا 2 بررسی سوالات آزمون مشاوران رسمی مالیاتی اونجا کامل توضیح دادم. حتما برید دیگه، حالا وقتی این ویدیو زیاد هستش نمیخوام اینجا هم توضیح بدم، اونجا کامل مشاهده کنید که تفاوت این دو مورد چی هستش. بریم سراغ سوال 27. میگه که در سال 1403 شرکت الف سهام خود را در یک شرکت سهامی خاص که بهای تمام شده آن مبلغ 1 میلیون ریال و ارزش اسمی آن مبلغ 1 میلیارد ریال و ارزش اسمی آن مبلغ 700 میلیون ریال بوده به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون ریال فروخته است. مالیات نقل و انتقال فوق چند میلیون ریال میباید؟ گزینه 1 60، گزینه 2 75، گزینه 3 28 و گزینه 4 40. خب اگه دقت کنید ما 3 تا مبلغ اینجا داریم. یکی بهای تمام شده هستش، یکی ارزش اسمی هستش و یکی هم ارزش فروش رفته هستش. مطابق تفسیری که ماده 143 قانون مالیات مستقیم ما داریم که از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها، یعنی شرکت‌هایی که بورسی نیستش، مالیات مقطوعی به میزان 4%، پس نرخمون میشه 4%، مأخذمون میشه ارزش اسمی آنها وصول میشه. بنابراین اگر شرکتی بورسی نباشه، شما برای محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام 4% ارزش اسمی اون سهام رو لحاظ میکنید و دیگه کاری با بهای تمام شده یا کاری با ارزش فروش رفته ندارید. منتها اگر شرکتی بورسی باشه، برای محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام شما 0.5% ارزش در واقع حالا اون سهام فروش رفته، اون ارزشی که در واقع در حال حاضر داره در بورس معامله میشه، 0.5% اون ارزش رو برای محاسبه مالیات نقل و انتقال لحاظ میکنید. با توجه به این توضیحات شما کافیه از اون 3 تا عددی که بهتون داده اون 700 میلیون ریال ارزش اسمی رو در 4% ضرب کنید و به عدد 28 میلیون ریال برسید و گزینه 3 رو به عنوان گزینه درست انتخاب کنید. بریم سراغ سوال 28. میگه یک شرکت سهامی غیر تولیدی سهام آن در مهر ماه سال 1402 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، در همان سال مبلغ 900 میلیون ریال سود مشمول مالیات اعلام نموده است. واحد مالیاتی مبلغ 300 میلیون ریال از هزینه‌های شرکت را نپذیرفته است. درآمد حاصل از فروش سهام در بورس نیز 150 میلیون ریال است. مجموع مالیات شرکت و مالیات فروش سهام در صورتی که میزان رعایت سهام شناور 100% باشد کدام یک از موارد زیر است؟ گزینه 1 135 میلیون و 750 هزار ریال، گزینه 2 270 میلیون و 750 هزار ریال، گزینه 3 285 میلیون و 750 هزار ریال و گزینه 4 300 میلیون و 750 هزار ریال. خب با توجه به اینکه شرکت اولی که بورسی هستش، یعنی خود بورس نه بازارهای خارج از بورس، پس ما اولین چیزی که به ذهنمون در واقع چیز میکنه، به ذهنمون متواتر میشه اینه که یا این شرکت مشمول 20% نرخ معافیت هستش یا 10%. 20% برای حالتی که سهام شناور آزاد بالای 25% باشه، 10% برای حالتی که سهام شناور آزاد کمتر از 25% باشه که اینجا اشاره نکرده و گفتم خدمتتون وقتی اشاره نمیکنه شما باید زیر 25% رو لحاظ کنید. یک هینت یا اصطلاحاً یا سرنخ دیگه که میتونید از این سوال پیدا کنید به منظور اینکه مطمئن شید زیر 25% هستش، اونجایی هست که میگه رعایت شناور آزاد از واژه رعایت استفاده میکنه. وقتی رعایت رو میاره شما دیگه اطمینان حاصل میکنید که زیر 25% هستش که میگه درصد رعایت شناوریش هم 100%. بنابراین کاری که ما انجام میدیم این هستش که ابتداً میایم درآمد مشمول مالیات شرکت رو دوستان میایم حساب میکنیم. بعد از اینکه حالا هزینه‌های برگشتی توی این حالت مشمول تخفیف نرخ میشه. من بذارید همینجا خیالتون رو راحت کنم. بحث هزینه‌های برگشتی قبلا توی ویدیوی قبلی من توضیح دادم. درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی در شمولیت هیچ کدوم از معافیت‌ها و تخفیف نرخ‌ها قرار نمیگیره. ولی هزینه‌های برگشتی صرفاً در شرکت‌های تعاونی که حالا موضوع تفسیری 6 ماده 105 هستش و تفسیری 7 ماده 105 از سال 402 به اینور
توی این دو حالت هزینه‌های برگشتی مشمول اون تخفیف نرخ‌ها نخواهد شد و در سایر موارد مثل ماده 132 مثل همین بحث شرکت‌های بورسی هزینه‌های برگشتی مشمول تخفیف نرخ یا حالا اون بحث معافیت یا نرخ صفر هر چیزی حالا موضوعیت داشته باشه مشمول اونها خواهد. به همین خاطر ما اینجا میایم و اون 900 ببخشید اون 300 میلیون ریال هزینه برگشتی رو به اون 900 میلیون ریال سود شرکت اضافه میکنیم و میگیم مجموعاً میشه 1 میلیارد و 200 میلیون ریال. خب حالا 1 میلیارد و 200 میلیون رو ضرب در 25% میکنید و میاد میگید خب شرکت بورسی هست و سهام شناور آزادش زیر 25% هست و درصد رعایت شناوری هم 100% هست. بنابراین من میام اون 10% معافیت رو بهش میدم. خب 10% رو شما از 100% کسر کنید میشه 90%. کافیه بعد اینکه ضرب در 25% کنید ضرب در 90% کنید و مستقیم به اون مالیات برسید. یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدید این هستش که کاری با 90% اینجا نداشته باشید، بیاید مالیات رو ابتداً حساب کنید، در نهایت بیایید 10% این 1 میلیارد و 200 میلیون رو حساب کنید، از اون مالیات عادی که حساب کردید کسر کنید و به مالیات پس از اعمال معافیت برسید که به مقداری دوباره کاری میشه. به نظر من مستقیم کافیه بیاد اون 10% معافیت رو از 100% کسر کنید و یه 90% در جوابتون ضرب کنید که مستقیم به مالیات بعد از اعمال معافیت دست پیدا کنید. که پس با توجه به این توضیحات اینجا ما بابت اون فعالیت شرکت سود فعالیت شرکت 270 میلیون ریال اون شرکت رو مشمول مالیات میکنیم. حالا یه موضوع دیگه هست بحث 150 میلیون ریال که ناشی از فروش سهام هستش که این رو توی تست قبلی من توضیح دادم خدمتتون. با توجه به اینکه سهام شرکت در بورس خرید و فروش میشه و این سهامی هم که در واقع فروخته توی بورس هستش 0.5% ارزش فروش رفته رو ما به عنوان مالیات نقل و انتقال سهام لحاظ میکنیم. کافیه شما بیاید 150 میلیون ریال رو ضرب در 0.5% که میشه 5000 کنید و به عدد 750,000 ریال برسید، با اون 270 میلیون ریال جمع کنید و به گزینه 2 به عنوان گزینه درست دست پیدا کنید. بریم سراغ سوال 29. میگه یک شرکت ایرانی غیر تولیدی در سال 1402 دارای سود فعالیت در ایران به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون ریال به مبلغ 1200 میلیارد ریال و سود حاصل از فعالیت‌های خارج از ایران به مبلغ 400 میلیون ریال میباشد که بابت آن 130 میلیارد ریال مالیات به دولت محل تحصیل درآمد پرداخت نموده است. چنانچه شرکت مذکور درآمد خارج از کشور را در اظهارنامه اعلام نموده باشد. مالیات قابل پرداخت در ایران چند میلیارد ریال است؟ گزینه 1 300، گزینه 2 270، گزینه 3 200 و گزینه 470. خب مطابق تفسیری ماده 180 قانون مالیات مستقیم داریم که اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشد و درآمد مذکور را در اظهارنامه ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنها تعلق می‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود. خب پس ما میگیم که این شرکت 400 میلیارد ریال درآمد ناشی از فعالیت خارج از کشور داشته که میایم به نرخ 25% مالیاتش رو محاسبه میکنیم به عدد 100 میلیارد ریال میرسیم. میگیم خب ما اگر این شرکت این درآمدش توی ایران بود 100 میلیارد ریال به عنوان مالیات میباید پرداخت کنه. منتها این شرکت 130 میلیارد ریال پرداخت کرد. خب ما میایم از بین این دو تا عدد اون عدد کوچکتره که 100 میلیارد ریال هستش رو وقتی مالیات کل درآمد رو حساب کردیم چه درآمد داخل ایران چه درآمد خارج ایران از اون مالیاتی کسر میکنه. خب حالا بریم سراغ محاسبه مالیات کل درآمد شرکت چه ناشی از فعالیت در داخل ایران چه خارج از ایران. میگیم 1200 میلیارد ریال فروش در واقع درآمد داخل ایران داشته، 400 میلیارد هم خارج از ایران. این دو تا رو جمع کنیم میشه 1 میلیارد و 1600 میلیارد ریال در 25% ضرب کنیم میشه 400 میلیارد ریال. خب بین 130 و 100 چون کمتر هست از 400 کسر میکنیم میشه 300 میلیارد ریال و در نتیجه گزینه درست گزینه 1 میشه. بریم سراغ سوال 30. میگه یک شرکت در صورت سود و زیان مبلغ 200 میلیون ریال سود ابراز داشته که این سود پس از کسر 20 میلیون ریال هزینه کسر انبار ابراز شده است.
چنانچه 20 میلیون ریال زیان کسر انبار حاصل جمع جبری 40 میلیون اضافه انبار و 60 میلیون کسر انبار باشد، درآمد مشمول مالیات چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 180، گزینه 2 200، گزینه 3 220 و گزینه 4 260. خب میدونید که مطابق قوانین مالیاتی، در واقع قوانین نانوشته مالیاتی، اینجوری بگم بهتر هستش، چون ما یک منبع قانونی موثق و مشخص بابت این قضیه نداریم. منتها چیزی که در رویه داره اجرا میشه این هستش که عملاً اون اضافات انبار رو مأموران رسیدگی به درآمد مشمول مالیات مؤدی اضافه میکنن، ولی کسر انبار رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از مؤدی قبول نمیکنن. بنابراین با توجه به اینکه اینجا میگه که این 20 میلیون ریال هزینه ناشی از جمع جبری اون 40 تا اضافه و 60 تا کسر هستش، ما اول میایم این 20 میلیون رو به اون 200 میلیون اضافه میکنیم تا فعلا اون تاثیر اضافات و کسری انبار رو خنثی کنیم. به عدد 220 میلیون ریال به عنوان درآمد مشمول مالیات قبل از اینکه بخوایم اون اضافات و کسر انبار رو لحاظ کنیم دست پیدا میکنیم. میگیم خب ما کسر انبار اون 60 میلیون ریال رو کاری باش نداریم، به عنوان هزینه قبولش نمی‌کنیم، منتها اون 40 میلیون رو باید به درآمد مشمول مالیات اضافه کنیم. بنابراین اون 40 میلیون رو به 220 میلیون اضافه می‌کنیم و به عدد 260 میلیون ریال میرسیم و جواب درست رو جواب گزینه 4 انتخاب می‌کنیم. Tax Trainer by مهدی کریمی. خب امیدوارم تا اینجای ویدیو خسته نشده باشید. 10 تا سال دیگه مونده، اینا رو هم با هم دیگه بررسی کنیم و بعد شما رو به خدای منان بسپاریم. سال 31 میگه که در صورتی که حقوق ماهانه یکی از کارکنان یک شرکت در سال اول 100 میلیون ریال باشد و در سال دوم حقوق ماهانه مبلغ 130 میلیون ریال تعیین شود، مبلغ ذخیره‌ای که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید وی در سال دوم قابل قبول است، چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 160، گزینه 2 130، گزینه 3 100 و گزینه 4 30. خب میدونید که مطابق جزء واو بند 2 ماده 148 قانون مالیات مستقیم که در رابطه با هزینه‌های قابل قبول هستش، اونجا ما داریم میگه که معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود، به عنوان هزینه قابل قبول لحاظ میشه. بنابراین شما کافیه بگید خب در سال دوم 130 میلیون ریال ما حقوق ماهانه داریم که اون رو لحاظ میکنیم، نسبت به سال گذشته هم حقوق این شخص 30 میلیون افزایش پیدا کرده، بنابراین اون 30 میلیون ریال رو هم ما میتونیم برای ذخیره بگیریم و از نظر مالیاتی هم هزینه قابل قبول هست که این دوتا رو اگه شما با هم دیگه جمع کنید به عدد 160 میلیون ریال میرسید و گزینه درست رو گزینه 1 انتخاب میکنید. بریم سراغ سوال 32. میگه ترازنامه دوره انحلال یک شرکت به شرح زیر است. در صورتی که ارزش روز دارایی‌ها 250 میلیون ریال باشد، مالیات شرکت چند میلیون ریال است؟ مبالغ به میلیون ریال میباشه. دارایی‌ها 90 تا. این دارایی‌هایی که اینجا زده دوستان دارایی‌های دفتری به ارزش دفتری هستش. ما تو بحث ترازنامه دوره انحلال ارزش روز دارایی‌ها برامون مهم هستش، نه ارزش دفتری. بستانکاران 60 میلیون ریال، زیان انباشته 40 میلیون ریال، سرمایه پرداخت شده 20 میلیون ریال و ذخیره جذب نشده 10 میلیون ریال. گزینه 1 30، گزینه 2 35، گزینه 3 42.5 و گزینه 4 52.5. بریم سراغ جواب سوال. مطابق ماده 115 قانون مالیاتی مستقیم میگه که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای چند آیتم هست، بینا خیلی دقت کنید: بدهی‌ها، سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت کردیده است. یعنی این 4 مورد رو ما میتونیم از اون ارزش روز دارایی‌های شخص حقوقی کسر کنیم. اگه دقت کنید توی این سوال ما یه بستانکاران که همون 60 میلیون ریال هستش داریم و یه دونه هم سرمایه پرداخت شده که 20 میلیون ریال هستش و مابقی رو دیگه ما توی این محاسبه
در واقع مأخذ دوره انحلال مال دوره انحلال لحاظ نمی‌کنه. شما کافیه اون دو تا عدد 60 و 20 رو با هم دیگه جمع کنید، از ارزش روز دارایی هاتون کسر کنید و در نهایت عدد به دست اومده رو در 25% ضرب کنید که به عدد 42 میلیون و 500 میلیون ریال میرسید و در نتیجه گزینه 3 درست میشه. بریم سراغ سوال 33. میگه مهلت صدور صورت حساب اصلاحی و ابطالی در سامانه معدیان چه مدت است؟ گزینه 1 تا انتهای دوره، گزینه 2 مهلت زمانی خاصی وجود ندارد، گزینه 3 1 هفته و گزینه 4 تا انتهای دوره بعد. خب ببینید من منبع قانونی خاصی برای این پیدا نکردم، چرا که اصلا ما تو هیچ مقرره یا قانونی مهلتی برای ارسال صورت حساب ارجاعی که حالا اصلاحی و ابطالی و برگشت از فروش شامل این سه مورد میشه تو هیچ مقرره قانونی ما نداریم و شما حالا شرکت هر موقع که دلش بخواد میتونه روی یکی از یا هر تعدادی از صورت حساب‌های مرجعی که در سامانه معدیان ارسال کرده بیاد و صورت حساب ارجاعی صادر کنه و خب این متاسفانه حالا یا خوشبختانه به نفع معدی‌ها شاید باشه و متاسفانه به ضرر مأموران و سازمان مالیاتی، چون واقعا رسیدگی به این خروجی سامانه معدیان رو به شدت دشوار میکنه برای محاسبه یا در واقع رسیدگی به مالیات این اشخاص. به هر حال با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم گزینه درست گزینه 2 هستش. بریم سراغ سوال 34. میگه شرکت مازند در تابستان سال 1402 مبلغ 3 میلیارد ریال فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده داشته که مالیات آن را پرداخت نموده است. این شرکت در 1/4/1403 یعنی همون ابتدای تابستان مبلغ 2 میلیارد ریال خرید همان کالا که صورت حساب الکترونیکی آن در سامانه معدیان صادر شده داشته که تأیید کرده و اعتبار به وی تعلق گرفته است و همچنین در تاریخ 2/4/403 مبلغ 1 میلیارد ریال خرید همان کالا خارج از سامانه معدیان داشته است. این شرکت در تاریخ 5/4/403 تا چه میزان میتواند صورت حساب الکترونیکی دارای حد مجاز صادر نماید؟ گزینه 1 18 میلیارد ریال، گزینه 2 17 میلیارد ریال، گزینه 3 15 میلیارد ریال و گزینه 4 5 میلیارد ریال. میدونید که مطابق ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان اونجا ما داریم که جمع صورت حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر معدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از 5 برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد. بنابراین با توجه به اینکه این شرکت در تابستان سال 402 3 میلیارد ریال فروش مشمول مالیات داشته که ارزش افزوده‌اش رو پرداخت کرده، برای تابستان سال بعد که سال 403 هستش حد مجاز این شرکت میشه 5 برابر 3 میلیارد ریال که میشه 15 میلیارد ریال. منتها شما حالا نمیدونم تا چه حد با سامانه معدیان ارتباط دارید، وقتی در کارپوشی تشریف میبرید 2 تا عدد بالای کارپوشی هستش. یکی حد مجاز موضوع مالی که قانون پایانه فروشگاهی و یکی باقی مانده حد مجاز. حد مجاز مطابق این ماده 6 هر دوره لحاظ میشه و عملا قابل تغییر نیستش. منتها باقی مانده حد مجاز مدام تغییر میکنه و ممکنه حتی بیشتر از اون حد مجازه باشه یا در اکثر موارد کمتر از اون حد مجازه باشه. حالا اینکه چه چیزهایی توی این باقی مانده حد مجاز تأثیر میذاره بنده توی قسمت اگه اشتباه نکنم 3 ویدیوی بررسی سوالات آزمون مشاوران رسمی اونجا من کاملا توضیح دادم 5 مورد هست که باعث میشه باقی مانده حد مجاز افزایش پیدا کنه. میتونید اون ویدیو رو مشاهده کنید و بدونید که کدوم چیزهای باعث افزایش باقی مانده حد مجاز میشه. به این واژه باقی مانده دقت کنید. یکی از مواردی که باعث افزایش باقی مانده حد مجاز میشه خریدهایی هستش که معدی در اون دوره انجام میده و بابتشون صورت حساب الکترونیکی فروشنده ها براش ارسال میکنن و اون همون صورت حساب ها رو تأیید میکنه. بنابراین با توجه به این توضیحات که خدمتتون عرض کردم ما یه 15 میلیارد ریال که معادل 5 برابر اون 3 میلیارد ریال تابستان 402 هستش داریم. از طرفی هم گفته که این معدی اومده 2 میلیارد ریال خریدی که صورت حساب سامانه معدیانی براش ارسال شده و اون رو تایید کرده داره که این 2 میلیارد ریال هم به اون 15 میلیارد ریال اضافه میشه و مجموعاً 17 میلیارد ریال میشه باقی مانده حد مجاز این معدی
که میتونه معادل این 17 میلیارد ریال در اون دوره صورت حساب صادر کنه و در نتیجه گزینه درست گزینه 2 باشه. اون 1 میلیارد ریالی هم که خرید انجام داده با توجه به اینکه صورت حساب سامانه معدیانی براش ارسال نشده توسط فروشنده، عملاً در باقی مانده حد مجازش تأثیری نداره. بریم سراغ سوال 25. میگه به موجب تبصره 2 ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان الحاقی توی ماده 8 قانون تسهیل، تکالیف معدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان رسید دستگاه کارتخوان کدام یکی از معدیان در سال 1403 به عنوان صورت حساب الکترونیکی قلمداد می‌شود؟ گزینه 1 صرفاً صاحبان مشاغل تا فروش آنها میزان 144 میلیارد ریال به صورت مجموع طی سال برسد. گزینه 2 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با فروش به میزان 144 میلیارد ریال در هر دوره مالیاتی. گزینه 3 صرفاً صاحبان مشاغل با هر میزان فروش در صورت فروش کالا و خدمات با نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده. و گزینه 4 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با هر میزان فروش در صورت فروش کالا و خدمات با نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده. من این ماده 14 مکرر رو به مدت فکر میکنم 10 دقیقه تا ربع ساعت توی ویدیوی قسمت 3 آزمون مشاوران رسمی کامل توضیح دادم با ریز دیتیل و جزئیاتش. حتما مشاهده کنید چون احتمال اینکه امسال هم سوال ازش مطرح بشه خیلی زیاد هستش. حالا میریم سراغ توضیحی که اینجا دادم. ببین طبق تفسیری ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان ما داریم که تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه معدیان. بنابراین حصری نزده که صرفاً مشمول اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل هستش یا مشمول اشخاص حقوقی هست. میگه کلیه معدیان اعم است، بنابراین حقیقی و حقوقی. بنابراین گزینه 1 و گزینه 3 اشتباه هستش. میگه که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند که کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورت حساب الکترونیکی محسوب میشود. با توجه به این توضیحات گزینه درست گزینه 4 هستش. چرا دوستان قانون‌گذار این تفسیر رو آورده؟ خیلی ساده است. ببینید شما تشریف میبرید بر فرض مثال حالا مجموعه‌ای که مشمول فراخوان‌های ارزش افزوده هست ولی کالاهایی که می‌فروشه نرخ‌های متفاوت داره. تصور کنید مجموع تراکنش‌های بستانکار حساب این شخص که است حالا دستگاه‌های پست یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکیش توسط بانک مرکزی اومده توی کارتابلش نشسته، فرض کنید 100 میلیارد تومان. خب مأمور سازمان مالیاتی نمیتونه تشخیص بده از این 100 میلیارد تومانه چقدر بر فرض مثال کالایی با نرخ موضوع ماده 7 که 10% هست فروخته شده یا کالاهایی مثلا با نرخ موضوع ماده 26 فرض کنید نوشابه گازدار قندی و غیره فروخته شده و چون عملاً با مجموع مبلغ تراکنش‌های ناشی از حالا دستگاه پست و درگاه پرداخت امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود نداره و همین خاطر این مشاغل و شرکت‌ها مکلف به صدور صورت حساب هستن که اونجا مشخص کنن از این میزان 100 میلیاردی که فروختن بر فرض مثلا 30 میلیارد تومان مربوط به کالا با نرخ 10% هست، 40 میلیارد با نرخ 16% و مثلا 20 میلیارد با نرخ فرض کنید 3% یا نه مثلا 15% مثلا نرخ‌های دیگه. ولی اگر یک معدی صرفاً یک کالای یکسان بفروشه یا کالاهایی بفروشه که نرخ ارزش افزوده مثلا همه 10% هستش، بنابراین اون میزان تراکنش بستانکار حسابی که از دستگاه کارتخوان میاد میشینه یا از درگاه پرداخت الکترونیکی کافیه اون رو ضرب در 10% کنه و عملاً مالیات بر ارزش افزوده رو محاسبه کنه. این یه مورد دوستان. منتها یکی از کارکردهای دیگه که سامانه معدیان داره و سازمان مالیاتی میخواد ازش استفاده کنه شناسایی معدی‌های بالقوه‌ای هستش که عملاً پرونده مالیاتی نداره. به همین خاطر این رو گفته تا سال 404 و بستش نداده تا ابد. و یکی از معضلاتی که هستش اینه که بعضی از شرکت‌ها میان و برای یک سری از فروش‌هاشون که به شرکت‌ها هستش فاکتور نوع 2 صادر می‌کنن یا صورت حساب نوع 2 صادر می‌کنن. می‌دونید که در صورت حساب نوع 2 مشخصات خریدار درج نمیشه و خب یک جنگی توی بین حالا مأمورات مالیاتی و این شرکت‌ها وجود داره که مبنی بر عدم صدور جریمه بند الف ماده 22 قانون پایانه فروشگاهی
حالا که با موضوعیت عدم صدور صورت حساب هستش، ماموران مالیاتی میگن که شما مکلف بودی با توجه به اینکه فروشت به شرکت بوده و به شخص یا مصرف کننده نهایی نبوده، صورت حساب نوع یک صادر می‌کردی که من میرفتم و اون خریدارت رو پیدا می‌کردم و اگه پرونده مالیاتی نداره جرایم روش لحاظ می‌کردم و مجبور می‌کردن که پرونده مالیاتی تشکیل بده و حق نداشتی صورت حساب نوع دو که مربوط به مصرف کننده نهایی هستش رو صادر کنم. منتها شرکت میگه که من صادر کردم یا به هر دلیلی خریدار به من اطلاعاتی نداد که من بیام صورت حساب نوع یک برای صادر کنم و من مجبور شدم برای اینکه مشمول جریمه عدم صدور صورت حساب نباشم بیام صورت حساب نوع دو برای صادر کنم که حالا متاسفانه هیچ وقت هم این حداقل تا الان چیزی که من اطلاع دارم این حالا دعوا و مجادله حل نشده و اکثریت ادارات امور مالیاتی این مؤدی‌ها یا این شرکت‌هایی که یک سری کالاهایی که عملاً میشه گفت جنبه مصرف نهایی نداره، مثلا فرض کنید صورت حساب نوع دوی شرکتی اومده صادر کرده 40 تا گوشی موبایل فروخته، خب هیچ مصرف کننده نهایی 40 تا گوشی موبایل نمیخره، یا اومده مثلا فرض کنید دیگ بخار رو با صورت حساب نوع دو فروخته، خب دیگ بخار این کارایی مصرف نهایی نداره و تمامی ماموران مالیاتی توی این حالت‌ها اون صورت حساب نوع دو رو در حکم عدم صورت حساب لحاظ میکنن و اون مؤدی رو مشمول جریمه بند الف ماده 22 میکنن. به هر حال با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم گزینه درست گزینه 4 هستش. Tax Trainer by مهدی کریمی. خب بریم سراغ سال 36. میگه که مبالغ پرداختی واحدهای تولیدی بابت مالیات و عوارض خدمات برای راه اندازی واحد مورد نظر در سال 1403 در صورتی که کالای تولیدی شرکت معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟ گزینه 1 صرفا در صورتی که دارای صورت حساب الکترونیکی باشد قابل کسب تهاتر و استرداد است. گزینه 2 صرفا در صورتی که دارای صورت حساب الکترونیکی باشد قابل کسب و تهاتر است. گزینه 3 با رعایت سایر مقررات قانونی به عنوان هزینه قابل قبول است و گزینه 4 با رعایت سایر مقررات قانونی قابل کسب تهاتر و استرداد. خب مطابق تبصره 2 و تبصره 5 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده تو تبصره 2 میگه که در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهای آن قابل تهاتر استرداد نمیباشد. و تبصره 5 میگه که آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. یه تبصره 4 هم داره دوستان اینجا که در مورد همین بحث هزینه‌های قبل از بهره برداری هست. اونجا میگه که اگر مؤدی بابت خرید ماشین‌آلات یک مقدار مالیات و عوارض از شخص پرداخت کنه فارغ از اینکه اون کالا و خدماتش معاف باشه اون که تولید میکنه یا ارائه میده یا مشمول باشه مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید ماشین‌آلات قابل استرداد کسب یا تهاتر هستش. منتها در رابطه با بحث خدمات اشاره به این موضوع نشده، یعنی اگه که مؤدی اون کالایی که ارائه میکنه یا کالایی که تولید میکنه یا خدماتی که میخواد ارائه بده مشمول باشه در این صورت هزینه‌های قبل از بهره برداریش اون مالیات و عوارضی که اون هزینه‌ها پرداخت کرده قابل کسب تهاتر و یا استرداد هستش. منتها اگه یه کالایی که تولید میکنه یا خدماتی که ارائه میده معاف باشه دیگه اون هزینه‌هایی که بابت قبل از بهره برداری غیر از بحث ماشین‌آلات پرداخت میکنه دیگه قابل کسب تهاتر استرداد نیست ولی به عنوان هزینه قابل قبول مطابق سایر مقررات میتونیم اون هزینه‌ها در اون مبالغی پرداخت کرده رو به عنوان هزینه قابل قبول لحاظ کنیم. با توجه به این توضیحات گزینه درست گزینه چه هستش؟ سال 37 میگه که شرکت تولیدی الف مشمول پرداخت عوارض سبز است. با توجه به اطلاعات زیر عوارض سبز که شرکت باید در سال 1402 پرداخت کند چند میلیون ریال است. بعد تو پرانتز هم گفته نرخ عوارض سبز 0.5% در نظر گرفته شود. خب این شرکت 10 میلیارد ریال فروش کالای معاف داخل کشور داشته، 15 میلیارد ریال صادرات کالای مشمول داشته و 2 میلیارد ریال هم درآمد تولیدی کارمزدی کالای معاف داشته.
گزینه 1 175، گزینه 2 135، گزینه 3 125 و گزینه 400 میلیون ریال. خب بریم سراغ ماده 27. اونجا تو اون ماده 27 ما داریم که واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست حدود مجاز استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهای نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های 0.5%، 1% و 1.5% به مأخذ فروش کالا یا خدمات مشمول عوارض سبز می‌شود. پس در ادامه میگه که این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری میباشد. توی تبصره 2 این ماده 27 میگه در صورتی که واحدهای موضوع این ماده در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور با 5 برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. بنابراین کاری که ما انجام میدیم اون فروش کالای معاف داخل کشور و صادرات کالای مشمول رو جمع می‌کنیم با هم و ضرب در 0.5% می‌کنیم. منتها اون قسمت 2 میلیارد ریالی که فروش کارمزدی داشته اون ضرب در 0.5% می‌کنیم و ضرب در 5 برابر می‌کنیم. با توجه به این تبصره 2 این کار رو اگه انجام بدید و این دو تا عدد به دست اومده با هم دیگه جمع کنید به عدد 175 میلیون ریال میرسید و در نتیجه گزینه 1 درست هستش. بریم سراغ سوال 28. میگه شرکت تکامل در بهار سال 1403 مبلغ 2 میلیون ریال فروش کالای الف مشمول ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی همون 10%، و 1 میلیون ریال فروش کالای ب معاف از ارزش افزوده داشته است. در صورتی که این شرکت در بهار 1,500,000 ریال کالای الف خریداری کرده باشد، مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت بابت بهار سال 1400 چند هزار ریال است. گزینه 1 200، گزینه 2 100، گزینه 3 50 و گزینه 4 45. ببین من این نکته توضیح بدم. چیزی که توی بحث مالیات بر ارزش افزوده برای ما مهم هستش، فروش کالا در یک دوره و خرید کالا در همان دوره هستش. یعنی فروش کالا در یک دوره بدهی مالیاتی ایجاد میکنه، خرید یک کالا در یک دوره اگه معاف نباشه اعتبار ایجاد میکنه و ما دیگه کاری نداریم اون کالایی که فروش رفته کی خریداری شده یا نهاده‌هاش کی خریداری شده. مهم برای ما فروش کالا در آن دوره و خرید حالا نهاده‌ها یا همون کالا در همون دوره‌ای که می‌خوایم مالیات رو حساب کنیم هستش. بنابراین اینجا گفته که شرکت در بهار 403 اومد 2 میلیون ریال فروش کالای الف داشته که مشمول هست این ماده 7 هستش. بنابراین ما میایم 2 میلیون ریال رو در 10% ضرب می‌کنیم میشه 200,000 ریال بدهی مالیاتی. از طرفی میگه این شرکت اومده 100 میلیون ریال کالای معاف فروخته، بنابراین بابت این 1 میلیون ریال ما دیگه عملا مالیاتی لحاظ نمی‌کنیم. از طرفی هم اومده گفته 101 میلیون 500 هزار ریال خرید همون کالا رو داشته که خب طبیعتا اگه ضرب در 10% کنیم 150 میلیون هزار ریال به عنوان اعتبار میتونیم برای این شخص لحاظ کنیم. اگر این دو تا رو از هم دیگه کسر کنیم بعد 50,000 ریال به عنوان بدهی ارزش افزوده این شخص میرسیم. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، شاید براتون سوال پیش بیاد، آیا اینجا ما نباید از تسهیم اصطلاحاً استفاده کنیم؟ ببینید وقتی شما از تسهیم استفاده میکنید که فرض کنید شرکت میره یک مجموعه نهاده‌هایی میخره و با اون نهادها میاد یک سری کالاهای مشمول و یک سری کالاهای معاف تولید میکنه. فرض کنید شرکت میره یک مقداری حالا شیر معاف هستش خودش کلا، حالا مثال خاص الان مد نظر نیستش، فرض کنید حالا مثلا شکر میخره، فرض کنید میاد یک کالای تولید میکنه که حالا شکر خب معاف نیست که طبق قانون جدید ارزش افزوده، میاد یه بخشی از حالا اون شکرش رو کالای معاف تولید میکنه، یه بخشی کالای مشمول معاف تولید میکنه. در این حالت شما باید اون ارزش افزوده‌ای که بابت خرید نهادها پرداخت کرده رو اصطلاحاً متناسب با میزان فروش کالای مشمول و معافش تسهیم کنید و به میزان تسهیم شده فروش کالای مشمول بیایید اون ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهادها رو به عنوان اعتبار براش لحاظ کنید.
ولی در حالتی که شرکت کاملا یک شرکت مثلا بازرگانی هستش، میاد 3 تا کالا میخره، یک کالاش معاف هستش، چه خریدش چه فروشش، 2 تا کالای دیگهش مشمول هستش، شما کالاها رو به صورت اصطلاحاً سپریتی، به صورت جداگانه لحاظ میکنه و دیگه نمیایید تو بحث تسهیم وارد بشید که این سوال 38 این حالتی که خدمتتون عرض کردم هستش. بریم سراغ سوال 39. میگه شرکت کاج در زمستان 402 800 میلیون ریال کالای الف مشمول مادی 7 قانون مالیات بر ارزش اصل خریداری نموده و در بهار سال 403 عیناً تمام آنها را به مبلغ 1 میلیارد ریال به فروش رسانید. در صورتی که این شرکت در بهار سال 403 مبلغ 700 میلیون از همین کالا خریداری و آن را نفروخته باشد، مالیات بر ارزش افزوده برای دوره بهار 403 چند میلیون ریال است؟ گزینه 1 28، گزینه 2 42 باید استرداد شود، گزینه 300 و گزینه 4 30. خب طبق توضیحاتی که توی 2 تا سوال قبلی من دادم خدمتتون، گفتم که فروش در یک دوره و خرید در همان دوره برامون مهم است و ما کاری نداریم که اون کالایی که توی اون دوره فروختیم رو کی خریداری کردیم. بنابراین توی این سوال 29 عملاً اون 800 گفته که 800 میلیون تو زمستان خریداری شده، ما کاری با این نداریم. درسته این توی بهار در واقع بهار 403 فروخته شده ولی ما کاری با خریدش نداریم، اون فروشش برای ما مهم است. خب در بهار سال 403 1 میلیارد ریال فروش اتفاق افتاده به نرخ 10% که ما میایم اون 1 میلیارد رو ضرب در 10% میکنیم، میشه 100 میلیون ریال بدهی ارزش افزوده. از طرفی توی همین بهار 700 میلیون کالا خریداری شده. اوکی، بنابراین 700 میلیون رو ضرب در 10% میکنه به 70 میلیون ریال اعتبار برای این شخص دست پیدا میکنیم که اگر این دوتا رو از همدیگه کسر کنید در نهایت 30 میلیون ریال مانده بدهی مالیات بر ارزش افزوده این شرکت برای دوره بهار هستش و گزینه درست گزینه 4 هست. من توی قسمت 1 ویدیوهای آزمون بررسی سوالات مشاوران رسمی تفاوت بین اعتبار و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی رو کامل توضیح دادم و اونجا گفتم واژه‌ای به نام اعتبار غیر قابل قبول ما نداریم. اگر مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت کالای مشمول باشه یا تولید کالای مشمول یا فروش کالای مشمول، در اون حالت اون مالیات و عوارض پرداختی رو ما اسمش رو میذاریم اعتبار و اعتبار قابل کسر، تهاتر یا استرداد هست. ولی اگر مالیات و عوارض پرداختی بابت نهادهای تولیدی یا در واقع خرید کالایی باشه که فروش اون کالا یا فروش اون کالای تولید شده از اون نهادها معاف باشه، در اون صورت اون مالیات و عوارض پرداختی قابل کسر، تهاتر و استرداد نیست و عملاً واژه اعتبار رو نمیتونیم ما بهش اطلاق کنیم. بنابراین واژه در واقع مفهوم اعتبار غیر قابل قبول یک مفهوم اشتباه هستش که به کرات توسط مأموران مالیاتی و معدی‌ها استفاده میشه. بریم سراغ سوال آخر. این شرکت پویا در تابستان سال 403 مبلغ 3 میلیون ریال فروش کالای مشمول ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده با صدور صورت حساب الکترونیکی و مبلغ 2 میلیون ریال از همین کالا بدون صدور صورت حساب الکترونیکی به فروش رسانده است. در صورتی که این شرکت در تابستان سال 403 مبلغ 1,500,000 ریال از همین کالا بدون دریافت صورت حساب الکترونیکی و 1 میلیون ریال با صورت حساب الکترونیکی خریداری کرده باشد، مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان چند هزار ریال است؟ گزینه 1 225، گزینه 2 250، گزینه 3 350 و گزینه 4 500,000 ریال. مطابق ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایان‌های فروشگاه به سامانه مؤدیان، اونجا ما داریم که تا پایان سال 1403 که این توی قانون بودجه بند قین قانون بودجه سال 1404 تمدید شد و رفت تا پایان سال 1400 تا پایان آذر ماه 1404. میگه صورت حساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد. بنابراین ما برای محاسبه مالیات صرفاً اون صورت حساب‌های صادر شده در سامانه مؤدیان رو تا پایان 403 لحاظ نمی‌کنیم. یعنی تا پایان 400 آذر ماه 404 ما هم اون صورت حساب‌های در واقع فروش داخل سامانه و فروش خارج و هم خریدهای داخل سامانه و خارج از سامانه رو در صورتی که اون قسمت‌های خارج از سامانه برای اون در واقع ممیز مالیاتی محرز بشه
که اون خرید اتفاق افتاده و بابتش ارزش افزوده پرداخت شده، اینها رو در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ میکنه. بنابراین طبق این سوال ما برای فروش معدی همون 3 میلیون ریال فروش داخل سامانه و هم 2 میلیون ریال فروش خارج از سامانه رو لحاظ میکنیم که مجموعاً میشه 5 میلیون ریال و در 10% ضرب میکنیم که میشه 500,000 ریال بدهی ارزش افزوده. از طرفی برای خریدهای این شخص هم اون 1,500,000 ریال خرید خارج از سامانه و هم 1,000,000 ریال خرید داخل سامانه مجموعاً 2,500,000 ریال رو لحاظ میکنیم که اگه در 10% ضرب کنیم معادل 250,000 ریال اعتبار برای این شخص میتونیم لحاظ کنیم که اگر این دو تا عدد رو از هم دیگه کسر کنیم در نهایت به عدد 250,000 ریال میرسیم به عنوان مانده بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان این شخص و در نتیجه گزینه درست گزینه 2 میشه. Tax Trainer by مهدی کریمی. خب امیدوارم خسته نشده باشید از این ویدیو و محتوایی که توی این ویدیو آموزش داریم امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. این ویدیو عملاً با این ویدیو سوالات آزمون مالیاتی قانون مالیات‌های آزمون حساب در رسمی سال 403 به اتمام میرسه. ما انشالله تا انتهای هفته آینده سعی می‌کنیم سوالات سال 402 رو هم براتون آماده کنیم و در کانال منتشر کنیم که انشالله بتونید با آمادگی کامل به حالا توی آزمون شرکت کنید و درصد خیلی خوبی توی این بخش از آزمون به دست بیارید. خیلی سپاسگزار خواهم شد اگه که محتوای این ویدیو براتون مثمر ثمر بوده و حالا دوستانی دارید که قصد شرکت توی این آزمون یا سایر آزمون‌های مالیاتی رو دارن و یا کلاً علاقه‌مند هستن به موضوعات مالیاتی و قصد دارن در این حوزه فعالیت داشته باشن، این ویدیوها رو با اونها شیر کنید و ما رو در رسیدن به اون حالا میشن و مأموریتی که برای این کانال تعریف کردیم یاری کنید. خیلی ممنونم بابت توجهتون. شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.